سلام دوستان، چطوری؟ از روایت هستم. ما امروز اکانت گردنده آقا اکانت خودم نیستش دوستان، اکانت دایی مامانم هستش که حالا کالافو به دلایلی پاک کرده، به خاطر سنش رفته بالا، چشی ضعیف شده اینا. حالا دیگه به دلایلی حالا خانوادگی اینا خودم هم نمیدونم دیگه نمیخوام کالافو بازی کنه. اکانت رو میبینید دیگه، خودم زیاد روش نمیام. سلام علیکم. یکی دو تا مچ بتر روش پلی بدیم. اکسنفرو متیک داره، ماشین پیستول و ایکس پی آر و کیلو بولت لجند هم داره. آقا اکانت فول چی میگم، اکانت سفید که هست، هیچ بتل پس زیاد داره. خب بتل پس زیاد داره. الان نمیخوام نشونتون بدم آقا، چون این اک میخوام رونمایی بگیریم. خلاص یه چند تا چیزی که بهتون نشون دادم، بگیرید اکانتو دیگه، بگیرید داریم از این بابت توی ویدیومون. حالا این اصلا آف بوده. چرا آف بوده؟ به دلیلی حالا مشکلات برای من و کیان پیش اومده که آقا الان هم میخوایم بریم یکی دو تا مچ بتل روش پلی بدیم و اینا و آره و این که آقا بعد این اکانت رو به اندازه زیادی داخل ویدیومون داریم و آره دیگه من کیفیت رو بیارم خواهی موقع ریکورد لگ نگیریم. خب اسکین چی بردیم؟ نگاه اسکین خفن داره، اینو داره، این ها این اسپکتر اسکایلا و حالا من میگم برای مقدمه با این اسکین بریم، با همین فرانکفورت الیمینیتور گانای دراپ اوکی. من جتبک رو چترش دانلود کنم. احساس اینو من این چقدر قشنگه، قشنگه. جتپک آقا این چیه؟ همینم بنداز جتپک و یه بیسیک هم نگاه کنیم ببینیم کی اوتولیتو آن کن، اینا آف کن. من خودم رو این اکانت زیاد بازی نمی کنم. دیروز تا حالا اینا اکانت اصلا بکین اکشن اینا خورده بود. چی بود؟ آره بکین اکشن خورده بود. اصلا میگم یه سری هم 10 تا سی پی از این قسمت گرفته بودیم که حالا من اینجا به بعد ویدیو رو کات میکنم که رفتیم داخل مچ کامل استارت شد. بعد First blood. اون مردینا من شاید بشینم سوال کنم این ایوار میگم پیدا. بابا از من پرسید چرا اومدم رو خونه من تو آلکار همینجاست، همین خرابه این پلیه کم. Further collapse expected. پس قراری کم داره ولی خفن داره. همینطور که این پیپی نمیزنه قراری
الان بچه پس اصلا بچه پس گانجو که خیلی قدیمه ولی تازه با اسپایس نوش کرده بابا دوزده میگم من اسپایس بچه نمیدونی میسونه منو ببینه و میگه اصلا من برده معروفم آقا من از اینا نیستم که مثلا بگم هر هفته هر ماه اینو مثلا سرم رسیدی میام 100 سال رسیدی میام اونم با چیز نزدمش اشتباه کردم چرا دوباره اودن برداشتم تو میتباکس طرف کلمه هم میبینید دستم کاما قدیمی مال خودمه با اکانت هستش اودنش هم اصلا تو بطل گولد شده یعنی داشتم که گولدش کرده از آخر مچو زدم میدیم چه گوه مثلا کریم تو اسکوادمون معروفه هزار تب کردنه تو اسکوادمون من و داشتم یکی دیگه ایم باید شو بخور Further collapse. Travel to indicated safe zone. بابا هیچ نکرد حاجی ریج نکرد نوموساست دیدی در مورد این اکانت بخوام براتون توضیح بدم کجایی این بار خوبه بعضی اون هم خشنی در مورد این اکانت بخوام براتون توضیح بدم اصلا اگه به رنگش دقت کرده باشید قد روش پلی داده نشده بکین اکشن خورده رو این دو حرفا خیلی اختلاف بوده بعضی مدت طولانی اومدیم روش حالا چه فایده که من واقعا حقم تا من باشم نخواهیم باید بدبخت بزنم با کار ولی خب واقعا خیلی فشوری من مراقبت کردم الان
آدم ببینم اصلا هیچ درمان نیست، هیچی درمان نیست. تنها چیزی که درمانه زندگی من. برو بالا. وای آه گرفت. یه بارم هم Your teammate's been killed. Airdrop's coming. یه چی بینه اقدر گوهی شو خاک تو سرم بات دیگه اینو بزنم دقیقا. Airdrop has been delivered. چه منطقی Airdrop's coming. حالا بسیار سشاره ندارم دارم میمیرم من دوست بلی بدم بسیار سشاره ندارم حالا اگه رو اکی Circle collapse imminent. Get to safety. Airdrop. یعنی یه لحظه لیدنده رو بدوزه بده Half of the teams are eliminated. Down to the last 5 اتچمنت teams. اکسمپل رو میذارم براتون خیلی خفن اتچمنتش Your teammate has واقعا been میدونم killed. دیگه Just ready to ایوو upgrade. ایوو 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 اجازه حرومزاده است چی بوده یه بار من تکسیفزی در بیاریم خط انمی ها رو از اینجا بگیریم وای حاجی چقدر خرم من چقدر مساکی دارم میخورم Major instability detected. Evac to safe zone. با تو باشی نکنم خیلی بزنیم بسید دلست Your teammate has been killed. Airdrop's coming. Airdrop's coming. Holographic eagle. Airdrop has been delivered. لوت نشده من لوتش که نداشت Circle collapse imminent. Airdrop's coming. Supply drop incoming. Airdrop has been delivered. الان پشیمون شدم لیست برگم کسی که Holographic eagle is released. دلم Airdrop has been delivered. Only 2 teams left. Getting close to victory. چقدر شده ویدیو 13 دقیقه شده این 23 تا کیل دادن سرویس چیکار کنم ببینی من یه بچه دیگه احساس زیرو برده بریم یه مچ دیگه بریم من شروع بشیم Welcome to Alcatraz. Match out to start. بچه سی پی اسم ارزنجه میگیری اسمش روش ارزنجه هم قیمت خوبی سرعت بسیار
خرید کنید. Your teammate has been killed. هم سرعت زدنش آقا واقعا از نظر من خودم همیشه خود سپیام از اونجا میگیرم. حالا اکانت هم هر چی داره و نداره مدونه میگم اصلا من اینجا رو خونه خودم منم بیا تو کمتر از یه دقیقه شماره که یارم اینجا بودا شماره 3 هم زده بابا یه تیر انگار کل گاما برای اسکواد ما خار داره بایسته Engaging. میخوام بدونم اگه یکی بچه اسکواد دیگه نبود الکی آقا واقعا باید با کیام باشیم با هم میبینیم آقا اصلا خیلی خفنیه یه خالیدهی هم داره حتی حالا دیگه اگه یه ذره ویدیو طولانی شده اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید خیلی وقت یه سوال مگه تکنه رو زمینه؟ آره ازم باید اون موقع بد جوی جدی این آدم میره ها بده اینگاه نیده لیزنی بر توی پیل بگیرم نگاه مهمترین چیز برای میدان دختن دور نیستم میدان دختن تو بد نیست جدیدن تو مولتی حالا یه چند تا گیم پلی هم با مولتی میگیریم براتون مرسی عشقی روی همین اکانتتون میگیریم آقا اتچمنت اکسنفورد خدا وکیلی اکسنفورد یه گان خیلی خوبیه اگه بتونید باش بزنید خدا بیا کاور شماره 3 شماره 3 Your teammate has been killed. نگاه کن این چرا کم پلی چرا زیاد پلی بدم این یارمونو نگاه کن ویسده زونه بیاد روش Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. من همیشه خدا یا نمیزنن اگه بزنن هم شاید تو خواباشون از بک بسپرین فیش کنم
teams. سریع بکنم منمو بکشم. نبینید من دارم زور تو زور اینا میخورم عادت ندارم به سنس کار. فاصله یه ولی یه اسکواد میاد سرم چه بایی واسه این سی که اقدی بهش تسلط دارم میتونم برو آقای پویازاره وای خدا 48 متری دارم 254 تلجه اصلا اکانت این مشخصاتو داره اصلا نتیک داره باش من یعنی اصلا لژندات به همه انداده است دقیقا سرویس ها رو نیمه چجوری اسکویشون سرم نه سرویس ها Circle collapsed imminent. Get to safety. Airdrop has been delivered. قدرت HS اینه بهه بیا بگو HS خوب میگه HS من میگم HS خوب میگه آقا چون بعضی موقع بلند بره What the fuck حاجی نه با شروع به بقیه زدم روشنده پوش بده نمیره Major instability detected. Evac to safe zone. خدا خیلی نتیجه بدی بودی دیگه یه ثانیه میخواست فقط ای بابا اب نداره دوست اینم بود از ویدیو امروز که خوشت اومده باشه لایک و ساب و فراموش نشه اگه هم لایک و کامنت نشه همین که سابسکرایب میکنین و ویدیو رو میبینین تا خودش حمایت بسیار بسیار بزرگیه و باعث میشه من دیده بشم حداقل شده تو کامنت ها بیخوش بینویس حداقل آمار کامنت ها که بره بالا چیز بشه ویدیو هم به بقیه هم نشون داده بشه و اینکه آقا تقاضا میشه که هر چقدر میتونید واقعا از ویدیو حمایت کنید خیلی حمایت کم شده و همین دیگه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار